مهریه چیست؟ فرق بین مهریه و شیربها چیست؟ خب مهر میگیم یا مهریه میگیم که او از او در قرآن کریم و در شریعت به عنوان نامای مختلف داره. به نام صداق هست و آتوا النساء صدقاتهن نحله، شما به زنان مهرشان بپردازین. و این مهر عبارت از امو مالی است، یک مالی با ارزش داره، مالی است که با دادن از او و با پرداختن از او مرد همراه یک زن نکاح ازدواج میکنه. و این مهر میشه به شکل نقد باشه که در وقت نکاح ایجاب و قبول میشه، مهرش هم برش تسلیم کنه چندی که هست. این میشه به شکل معجل باشه یا قسطوار باشه، قسطوار میته، یا مثلا پسان میته، بعد میته. از این مهر میتونه زن باز به اصطلاح بخشش بکنه. زن بگه والله شوهر من فقیر است، قرضدار است، من خلاص نصف مهر خود بخشیدم، میتونه ثلث بخشیدم، میتونه حتی همش هم شاید ببخشه. و این مهر باید بفهمیم که حق مسلم زن هست، حق مسلم زن هست. مثلا برادر حق نداره که از همشهر خواهر خود بگه بده مهرت برای من بده، تو چی میکنی؟ یا پدر و مادرش حق نداره که از او زن این مهر بگیرن و سلب کنن و استفاده بکنن، مگر ای که خود زن اگر بخشش میکنه و مادرش و پدرش یک مقدارش کار جدایی هست. در غیر از این مهر حق مسلم زن هست. آمدیم در مورد دیگر که شما گفتین از این شیرینی ها و تحفه ها و تحایفی که تبادله میشه، کالا هست یا مثلا ساعت است یا انگشتری است یا جواهرات است یا انواعی از شیرینی. علما در مورد تحفه ها گفتن که این تحفه ها خب مهر نیست، تحفه ها مهر نیست مگر طلا، چون او ارزش داره. طلا را اگر میتونه هر قدر طلایی که میته او را باید مرد میتونه جز مهر حساب کنه، چون او ارزش داره. طلا خو حداقل باید یک 20,000 یک چند گرم خو باشه. با او خاطر او طلا مگر ای که شوهر بسیار جوان مرد باشه بگه که نمی انگشتری از طرف من تحفه است، بگه تحفه است، هدیه است، جز مهر نیست و کار جدا است. در غیر از او باید طلا هم جز مهر حساب شود. آمدیم وسایل دیگه خوردنی هاست، مثلا شیرینی میاره یا مثلا یک کسی از گوسفند میاره برای خانه، مثلا خسرش گوسفند میاره یا گوشت میاره یا مثلا شیرینی باب میاره یا لباس ها برای پوشیدن میاره، برای خانمش میاره، برای اقاربش، برای خشویش میاره. اینا هدیه است، این مهر نیست. وقتی که اگر اینا در پیش از نکاح مثلا احیانا خواستگاری شد، باز میبینیم که جورآمد نمیشه، جدا میشن. اون در صورت به عنوان مهر چیزی که پرداخته باشه این مهر خود پس میتونه بگیره. اما به عنوان تحفه داده باشه و تحفه طوری باشه که استفاده شده باشه، مثلا لباس پوشیده شده، نان خورده شده، شیرینی باب، اینا باز مسترد نمیشه. او مکلف نیست که او زن یا فامیل زن مصارف از رو بپردازه، چرا نه تحفه بود چی است. اگر چیزی بود که مانده باشه، مثلا اجناس است، بعضی چیزایی است که مصرف نشده هنوز مانده، او را اگر اینا خواسته باشه شوهر یا جوان و مرد میتونه او را پس دوباره تقاضا و یا خواهش برگشتش بکنه و او مانده باشه ایره میتونه.